خورشید به شدت روی دشت‌های آفریقا می‌تابد. اینجا جایی است که طبیعت تمام شکوه خود را به نمایش می‌گذارد. علف‌ها در باد به جلو و عقب می‌روند. این دشت‌های وسیع و باز خانه بسیاری از حیوانات وحشی است. اینجا خانه یوزپلنگ، سریع‌ترین حیوان روی زمین است. یوزپلنگ‌ها در این محیط طبیعی به خوبی استتار می‌شوند. یوزپلنگ‌ها به خاطر سرعت و خز خالدارشان شناخته می‌شوند. این خالها به آنها کمک می‌کند تا در چمن‌ها پنهان شوند. آنها موجودات باشکوه و قدرتمندی در دشت هستند. یوزپلنگ‌ها قلمرو خود را با دقت بررسی می‌کنند. بدن باریک و پاهای بلند یوزپلنگ به او اجازه می‌دهد تا در مسافت‌های کوتاه خیلی سریع بدود. این ویژگی‌ها برای زنده ماندن در این محیط ضروری هستند. این سرعت باورنکردنی برای شکار ضروری است. یوزپلنگ‌ها برای گرفتن طعام خود باید سریع باشند. یوزپلنگ‌ها باید سریع باشند تا طعمه‌های خود از جمله غزال و ایمپالا را بگیرند. این شکارها به یوزپلنگ‌ها انرژی لازم برای زنده ماندن در این دشت‌های وسیع را می‌دهد. با تغییر فصل خشک به پاییز، دشت‌های آفریقا تغییر شکل می‌دهند. این تغییرات زندگی جدیدی را به ارمغان می‌آورد. هوا کمی خنک می‌شود و چمن‌ها طلایی می‌شوند. این زمانی است که حیات وحش برای فصل جدید آماده می‌شود. برای یک یوزپلنگ باردار این زمان تغییرات بزرگی است. او باید با این تغییرات سازگار شود. او وزن توله‌های متولد نشده‌اش را حمل می‌کند. این وزن اضافی حرکت را برای او سخت‌تر می‌کند. او باید بیشتر غذا بخورد تا برای خودش و بچه‌هایش غذا فراهم کند. شکار برای او حیاتی است. بارداری یوزپلنگ حدود 3 ماه طول می‌کشد. این دوره پر از چالش‌ها و خطرات است. با گذشت هفته‌ها، شکم او با توله‌های در حال رشد بزرگ می‌شود. این رشد نیاز به مراقبت بیشتری دارد. او کندتر و آسیب‌پذیرتر می‌شود. این آسیب‌پذیری او را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. او باید خیلی مراقب باشد تا از خطر دوری کند. هر حرکت اشتباهی می‌تواند برای او و توله‌هایش خطرناک باشد. یوزپلنگ‌ها موجوداتی منزوی هستند. نر و ماده فقط برای مدت کوتاهی برای جفتگیری دور هم جمع می‌شوند. یوزپلنگ نر برای کمک به بزرگ کردن توله‌ها نمی‌ماند. او می‌رود تا با ماده‌های دیگر جفتگیری کند. پس از جفتگیری، یوزپلنگ ماده تنها می‌ماند. او باید برای خودش و توله‌هایش غذا و سرپناه پیدا کند. او از آنها در برابر شکارچیان محافظت می‌کند. این یک مسئولیت بزرگ است، اما او یک مادر قوی و مصمم است. بخش 4: خطرات در دشت. زندگی یک یوزپلنگ باردار پر از خطر است. او باید دائما مراقب شکارچیان باشد. شیرها، پلنگها و کفتارها همگی تهدیدی برای او و توله‌هایش هستند. این شکارچیان برای غذا و قلمرو رقابت می‌کنند. اگر فرصتی پیدا کنند، یک یوزپلنگ را خواهند کشت. یوزپلنگ همچنین باید از توله‌های خود در برابر عناصر طبیعی محافظت کند. دشت آفریقا می‌تواند مکان سختی باشد. آفتاب گرم است و باران می‌تواند شدید باشد. یوزپلنگ باید برای توله‌های خود از آفتاب و باران پناه بگیرد. بخش 5: زندگی جدید در دشت‌ها. پس از حدود 3 ماه بارداری، یوزپلنگ زایمان می‌کند. او معمولاً 3 یا 4 توله به دنیا می‌آورد. توله‌ها نابینا و درمانده به دنیا می‌آیند. آنها برای همه چیز به مادرشان وابسته هستند. یوزپلنگ چند ماه اول زندگی توله‌هایش را شیر می‌دهد. او از آنها در برابر خطر محافظت می‌کند. او به آنها یاد می‌دهد که چگونه شکار کنند. توله‌ها به سرعت رشد می‌کنند. به زودی آنها با هم می‌دوند و بازی می‌کنند. بخش 6: هوشیاری مادر. چند ماه اول زندگی توله بسیار حساس و حیاتی است. خطرناک ترین زمان برای توله‌ها همین چند ماه اول است. مادر یوزپلنگ باید دائما هوشیار باشد و محیط اطراف خود را زیر نظر داشته باشد.
او باید از توله‌های خود در برابر شکارچیان محافظت کنند. شکارچیانی مانند شیرها، کافتارها و حتی پرندگان شکاری. او همچنین باید مطمئن شود که غذای کافی دارند. شکار برای او چالش بزرگی است، زیرا او باید هم برای خودش و هم برای توله‌هایش غذا تهیه کنند. مادر یوزپلنگ به توله‌هایش یاد می‌دهد که چگونه شکار کنند. این آموزش از سنین پایین شروع می‌شود. این یک مهارت حیاتی برای بقای آنهاست. توله‌ها باید یاد بگیرند که چگونه به طور مستقل شکار کنند. وقتی توله‌ها به اندازه کافی بزرگ شدند، در شکار به مادرشان می‌پیوندند. این تجربیات به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را تقویت کنند. آنها یاد می‌گیرند که چگونه طعم را تعقیب و سید کنند. این تمرین برای بهبود سرعت و دقت آنها ضروری است. توله‌ها با راهنمایی مادرشان یاد می‌گیرند که چگونه در دشت آفریقا زنده بمانند. این محیط چالش‌های زیادی برای آنها دارد. آنها روزی شکارچیان سریع و قدرتمندی خواهند شد. سرعت و قدرت آنها کلید بقای آنهاست. آنها میراث یوزپلنگ، سریعترین حیوان روی زمین را ادامه خواهند داد. این میراثی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.